پس آنهایی که عیسی را دستگیر کردند او را به نزد سرکاهن قیافا بردند. در آنجا استادان شریعت و پیران قوم علیه جمع آمده بودند. پتروس باشد تا نزد حولی سرکاهن از پی عیسی در مسافه کمی دورتر می آمد. وی به درون حولی در آمده با مقصد دیدن انجام کار در بین پاسبانان نشست. کاهنان کلان و همه اعضایان دیگری شورای پیران با نیت به قتل رساندن عیسی کوشش کردند که بر ضد او یگان دلیل دروغی را پیدا کنند، لیکن هیچ دلیل یافته نمی توانستند، گرچه بسیار کسان به پیش برآمده ضد او تهمت می کردند. عاقبت دو کس به پیش قدم مانده گفتند این آدم گفته بود که معبد خدا را ویران کرده آن را در بین 3 روز از نو برپا کرده می تواند. با شنیدن این سخنان سرکاهن از جایش برخاسته به عیسی گفت به این دلیلی که تو را عیبدار می کنند یگان گپی گفتنی داری؟ ولی عیسی خاموش بود. سرکاهن باز با او گفت به نام خدای زنده بگو که تو مسیح و پسر خدا هستی. عیسی در جواب به وی گفت خودت همین طور گفتی، اما همین را که به همه شما میگویم که من بعد شما پسر آدمی زاد را خواهید دید که از دست راست خدای پرقدرت نشسته بر ابرهای آسمان می آید. آنگاه سرکاهن لباس تنش را دررانده گفت او سخنان کفر گفت، دیگر به ما هیچ شاهد لازم هم نیست. شما خودتان حالا سخن کفری او را شنیدید. چه حکم می برارید؟ جزایش مرگ جواب دادند دیگران. بعضی ها بر روی عیسی تف کرده او را می زدند. بعضی ها تارسکی زده می گفتند ای مسیح تو پیغمبری کو؟ کنی گویی که تو را کی زد؟